یک زنی تاجیک را که با 3 فرزندش در روسیه به سر میبرد از این کشور اخراج کردند و فرزندان او همکنون در این کشور بی سرابان ماندند. دلدار جان رشیدووا مادر 3 فرزند که از سال 2002 در شهر یکاترینبورگ به سر میبرد حالا در مرز قزاقستان و روسیه در موضع قره‌بالیک قرار دارد. رشیدووا در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت: این حال من قزاقستان به رایون قره‌بالیک گفتگی جا به گستی ذریعه به زندگی کردم. 9 ماه. این مادر تاجیک میگوید پس از ناپدید شدن شوهرش با فرزندان برای پیدا کردن روزی از محله آفتابرویی ناحیه اسفره ولایت سوغد به یکاترینبورگ رفت و تا به حال از شوهرش درکی نیست. رزشی نرابات برونایت من رزشی نرابات که کار کردم و 2005 سال مادرم گذشت. بعد 2008 سال و اپام مرد. من برای همون وقت با من کردن نتانستم. دکومنت کردن نتانستم. رشیدووا میگوید بار آخر محض با عیب مسئولان خود اداره مهاجرت روسیه یا FMS مهلت سنه اقامت او در حدود روسیه گذشت و او برای خط افرادی ممنوع الورود شامل شد. وی گفت: اما FMS خداشان پرسپرات چیله دکومنتی منه. بعد من گردانده دادن من گرانیت آمدم. من یکان خیل عیب ندارم یکان جابه. دلدار جان رشیدووا میگوید او هر 3 ماه از مرز روسیه و قزاقستان عبور کرده مهلت بودوباشش را دراز میکرد، اما این بار چون مهلت رجیستراسیون گذشته بود مرزبانان او را از حق ورود به روسیه برای 3 سال محروم کردند و او به نزد فرزندانش برگشتن نمیتواند. 9 ماهی که رشیدووا در آن سوی مرز در مانده است، فرزندان او را یک پیرزن 68 ساله روس نگهبانی میکند. رشیدووا میگوید 7 سال پیش این زنی روس را در کوچه دید و او را برای پرستاری و نگاهبین به خانه‌اش دعوت کرد. اکنون او کودکانی خانم رشیدووا را نگاهبین میکند. اضطراب و خوف مادر از آن است که مقامات پرستاری روسیه در نبودن او فرزندانش را میتوانند همچون بی پرستار به یتیمخانه سپارند. در این مدت همکاران و آشناهای خانم رشیدووا برای رها شدنش از این مشکل 70,000 روبل روسی جمع آوردند. رشیدووا میگوید هر ماه به نزد سرحدبانان میرود، اما آنها میگویند تا حلنامه سود نباشد او را نمیتوانند به خاک روسیه راه بدهند. به گفته دلدار جان رشیدووا برای بررسی قضیهش در دادگاه او به رسودن توگوشی مایسیونا نام زن بیش از 70,000 روبل را داده است تا قضیهش را طریق صلح حل کند، اما این زن پول را گرفته کار را حل نکرده است و حالا بی‌درک شده است میگوید رشیدووا. این مادر تاجیک افزود طول این همه سالها در 2 شرکت، یک مغازه و یک کارگاه تمیزکاری در آمدگاه خانه ها کار کرده زندگی خود و فرزندانش را تأمین و خرج تحصیل آنها را پرداخت کرده است. اما میگوید حالا در وضعیت افتاده است که نمیداند از آن چگونه بیرون برآید. حالا خانم رشیدووا را مالک مهمانخانه زریعه در قره‌بالیک سرپناه داده است و او موقتا در آنجا به سر میبرد. دلدار جان رشیدووا میگوید در این مدت نفری هم از مقامات تاجیکستان جهت شنیدن مشکل او و یا حل آن با وی در تماس نشدند. در همین حال منابع نمایندگی تاجیکستان در یکاترینبورگ گفتند که برای حل قضیه کسی مراجعت نکرده است، ولی برابر شنیدن خبر از پیش شدند. وکالتدار حقوق انسان روسی هم گفته است که در حل قضیه دلدار جان رشیدووا یاری خواهد کرد. همه سالات 10,000 افراد قابل کار تاجیکستان برای دریافت رزق و روزی به روسیه می روند، اما در حال حاضر تقریبا 300,000 برای از 3 تا 10 سال از حق ورود به روسیه محرومند. جانب تاجیکستان در جریان سفر ماه فوریه ولادیمیر پوتین به دوشنبه از مقامات روسیه خواسته بود تا تعداد از مهاجران را عفو کنند. ماه گذشته مقامات روسیه اعلان کردند که در مدت 1 ماه مهاجران تاجیک حق دارند بودوباش خود را در حدود این کشور قانونی کنند. حالا معلوم نیست در این مدت چقدر از مهاجران از عفو اعلان کرده روسیه بهره مند شدند، ولی برخی از مهاجران میگویند مهاجرت آنها برای قانونی کردن بودوباششان بر